در نشست سهمگیری علما و بزرگان قومی در تحکیم روابط میان ملت و حکومت، معاون سیاسی ریاست الوزراء گفت که دروازه تمام ادارات امارت اسلامی برای حل مشکلات مردم باز است و آنان می توانند بدون ترس و ملاحظه مشکلاتشان را با مسئولین شریک سازند. در سمینار ارتقای ظرفیت برای رئیسان و محتسبین وزارت امر بالمعروف، معاون اداری ریاست الوزراء ابراز داشت که رفتار نیک مسئولین و محتسبین با مردم بهترین روش برای امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که آنان باید از این امر مهم غفلت نورزند. در نشست معاون اقتصادی ریاست الوزراء با بزرگان ننگرهار، او به مردم آن ولایت اطمینان داد که امارت اسلامی با مساعد شدن امکانات به تدریج به مشکلات و خواسته هایشان رسیدگی خواهد کرد. طرح‌های اعمار مارکت تجارتی ملت در ساحه کوته سنگی کابل با سرمایه گذاری حدود 324 میلیون افغانی و اعمار مارکت تجارتی و رهایشی در هلمند با سرمایه گذاری حدود 400 میلیون افغانی در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند منظور شد. معاون سیاسی در مراسم دستاربندی فارغان مدرسه احسن العلوم تطبیق سیاست خارجی امارت اسلامی را موفقانه ارزیابی نموده و گفت که با کشورهای همسایه، منطقه و جهان روابط حسنه داریم. سفیر ترکیه در دیدار معاون سیاسی ریاست الوزراء بر گسترش روابط افغانستان و ترکیه تاکید ورزید و گفت که تاجران ترکیه آماده اند که در بخش‌های معادن، برق و زراعت در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.